اگر شما با تمام گوشه و کنار دنیا با مثل ما سفر کرده خواهید با واتساپ اویکاسای شاهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باورینok است. این ایه کای خدا رحمتش کند. ای گوش کن وای همون ماشینی وای مرسدس چیکار کردین؟ فروختین نفروختین؟ دیدی من گفتم کن بفروشین. بعد همون از نوگی همون سودا آورده اینجا با تو نخند من بخندیدم ممکن تو نخند. تو خندی منم مسخره کرد دیگه باید. خب خیر من اینجا کلینت ها بسیارن برای همین بدتر زنگ میزنیم. بدتر زنگ میزنیم. خب نوبت کی دارید؟ سلام. السلام علیکم. ممکنه؟ برای چی؟ بیایید. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم. توفلی ها رو نمیشه داری؟ توفلی؟ خیلی. برم. بشینه. از این گوشه تا وای گوشه شهر و ولایت رو میشناسند. خیلی مردم با ما کمتر دشواریاش به یاردم میکنیم سبب میشیم. اسم شریفشون؟ رخشانه. بای شانه گفتی؟ شانه. رخشانه بسیار ناست. خیلی رخشان جان گم مایلش میشم رخشان جان. خیلی کدام مسئله کدی چه خدمت کنیم؟ همین دانشگاه تیبی در تحصیل میکنم. آزر من چای نوشم یک کس گپ زند نوشته نمیتونم. یک دقیقه. آزر من همین خیلی نوشم گیدن. خب. ما دانشگاه تیبی در تحصیل میکنم. اینا هم کورسامن. من به معلوم شد. همین خیلی من همیشه به سوزن دوره دیده ایستادی موزی. اینا هر دوشان من در عاشق شدین. بهترین کار ده. هر دوشان عاشق شدگین؟ هر دوش عاشق شدن. آخرین دختری زیبا با آخر چقدر عاشق نمیشه. من خیلی وای کمتر چی دونم. خیلی زیغ نمیشه. آدمی بسیار آمده میارد آوره. خب. ما ماه دیگه توی دارم. همین میفهمدن وقتی کدامشان آمد میکنن کدامش برا میگیرن. یعنی که شما فهمیدین که با کدام از اینها شما هم خانه میشوید. بله. بسیار مردم همین مسئله قطعی آمدگی بسیار یک تیش آمد گوید راستی گفت من گفتم فلانی شما قطعی هم خانه میشد. همین خیلی هم شد. حاضر نه خانو در کرده گشتیم اینش روسیه و اینش تاجیکستان و به نهایت نقص. خب بعدش حاضر میبینیم. خواهرم جون میدویستم. کاری سعدی آمد میکند. سعدی مرا میگیرن؟ نه شما یه دلشاد میگیرد. سعدی جان زندگیت به موفقیت بچه. نونیگر بچه نون خیلی میشه نون بچه موزی قپاز میپخزه که این خیلی نیم ساعت میپخزه او سب سفیده کو بچه کس که گشنه مولو من دو روزه هیچی نخوردم نونیگر میکنی گفتم شکرو کن شکرو یا کرتو شکرو هر دوشم میکنی خیلی بچه بشکی بچه هم گوش که تو برای هم بیچاره گود علفته تو آمده نه این فطیری من میپخزه مالی بچه اوز من میرم گود علف نیتونم که نون تیستر کن نون باید چینجا نیادم خواهد تو درمون نیادم خیلی بچه اوز من میام فطیر شکرو کرتو شکرو مالی بچه هم هر دوشم میکنی آخی مرا در زنکم بکشه این زنک بیمخ این زنک جوش سری دیدو نیست این زنک میبره در همین طوری شفندر میمونی و همین تماشا کرده دم میگیری خیلی چی ایلوشه زنکم خانواده هیچ که نیست کمپیری مادر بیمار اگه مجبور هستی که همه کوربوری خونه رو خودت بکنی سری دیدم رو بچو و دیگر آنا ایت نونو شده ایت دست سرخیش خطه میبینی واه این نونو با مزاگی شفی گوش که زنجم خیلی که دزیمیستون نخریم در تیرمون نخریم اقلا به همین تویستو یک شکروی تویستونه که میاد فاتیره که با مزه بخریم دم بگیریم چی گفتی زنه جان؟ هی مردک
حاضی 20 minut بس فطیرم قد نانی ما میپزه تو بازار رفته چکه زلن پمیدار بیار فهمیده یا شکراب کن حاضی ما میکنم میبرم قروتاب میکنیم گپ نیست زنه جان فهمیده؟ گپی خود گپ نیست تیتا برای نون پزی خدا نگه خیلی مادر نونو ماله زنه حاضی میسوزه برا برا بچم چی بگیری داری؟ بس های دیگه من دیگه گودا علف نمیتونم مرا خفه کرد برای چی خفه کرد؟ چی گپ شید بچم کو گپ زن؟ آخی گو گفت که 70% آدمو شیری مرا میخورن یک تاش اوچه نمیگه